دوستان خوب و نازنینم، فیلمی که میخوام خدمتتون این بار تحلیل روانشناسیش رو عرض کنم سریال شو صبحگاهی هستش. محصول 2018 آمریکا در 2 فصل 8 قسمتی تا الان ارائه شده و این جریان داستان در مورد یه برنامه صبحگاهی هستش به نام شو صبحگاهی. فکر میکنم MBA هستش، شبکه‌ای که پخش میکنه و در تلویزیون ملی، در واقع شبکه ملی نیویورک پخش میشه و داستانش در مورد افرادی هستش که در این برگزار شدن برنامه شو صبحگاهی نقش دارن هر کدومشون و داستانهای اینها رو در واقع مطرح میکنه. این سریال نشون میده که هر روز این افراد 3:30 صبح از خواب پا میشن تا خودشون رو آماده بکنن برای برنامه‌ای که از ساعت 7 تا 9 صبح قراره از تلویزیون سراسری آمریکا پخش بشه. این سریال چند تا شخصیت اصلی داره، در واقع 5 تا 6 تا شخصیت اصلی داره این سریال که هول و هوش زندگی این آدم ها میچرخه و من ازتون اجازه میخوام که روانشناسی این آدم ها رو فقط خدمتتون عرض کنم و جوری میخوام بگم که هیجان فیلم از بین نره، چون خیلی جالبه. پیشنهاد میکنم که نگاه کنین این سریالو و خیلی جالبه که وقتی ما این سریال رو نگاه میکنیم میایم خودمون رو علاوه بر این که همزاد پنداری میکنیم با شخصیت ها، انگار یه جورایی درون خودمون هم به ما نشون داده میشه و اینه که جالبه. پس لطفاً با من همراه باشین تا شخصیت روانشناختی این آدمایی که تو این سریال هستن رو با هم دیگه بررسی کنیم. دوستان نازنین، مسائل روانشناختی که میخوام تو این سریال براتون بگم، یکیش در مورد خودشیفتگی هست که فکر میکنم قبلا هم راجبش توضیح دادم. یکیش در مورد احقاق حق هستش، براتون بیشتر توضیح میدم. و سوء استفاده جنسی. ما به چه چیزی میگیم سوء استفاده جنسی؟ و یه موردی که خیلی این تو این فیلم مطرح شده و خیلی بولد شده در واقع، اونو باید بیشتر توضیح بدیم، در مورد همجنسگرایی و در واقع دو جنسگرایی هستش. اصلا ببینیم جریانش چیه. اول داستان مواجه میشیم با اخراج شدن شخصیت اصلی که توی این برنامه صبحگاهی نقش اصلی رو در واقع ایفا میکرده. مردی هست حدود 50 ساله به نام میچ. به مدت 20 سال یک تاز این برنامه صبحگاهی بوده و بسیار مشهور، بسیار محبوب و خیلی هم دوست داشتنیه، هم در نزد ظاهرا در نزد سایر همکاراش و در نزد مردم که میشناسنش خیلی محبوبه و به خاطر همین مسئله محبوبیتش و مشهوریتش از راه‌های دیگه هم تونسته به ثروت هنگفتی دست پیدا بکنه. این آدم تو فیلم نشون میده که میگن میچ اخراج شده. چرا؟ چون که متهم شده به سوء استفاده جنسی و این خیلی عجیب هست. رئیس شبکه مجبور میشه که اخراج بکنه میچو. خانومی هست، اونم حدود توی دهه 40 زندگیش هستش، نزدیک 50 سال. ایشون هم به نام الکس، یه زنی هستش که خب زیبا هستش، زنی هستش که به سلامت جسمی خودش خیلی اهمیت میده، زنی هستش که بسیار باهوشه ولی خیلی عصبیه و این عصبی بودنش همه جا نمود میکنه. عصبی هستش که بچه ها اینجوری هست که ظاهرش رو نشون نمیده که عصبیه، ظاهرش بسیار آرام اما از درونش همیشه طوفانی به پا هستش و وقتی این خبر رو میشنوه خیلی عصبانی میشه و عصبانیش هم به خاطر این هستش که چرا یه همچین اتفاقی افتاده و من از قبل نمیدونستم و آمادگی نداشتم و شما اینو به من نگفتین. در واقع رئیساش بهش میگم ما به تو نگفتیم که تو به هم نریزی، به خاطر خودت بهت نگفتیم، در حالی که الکس میگه که من اگر میدونستم بهتر بود، میتونستم خودم آماده کنم، ولی اینجوری که شما نگفتین داره شهرت منم زیر خطر میره، منم مشکل در واقع ممکنه پیدا بکنم و اینکه
بسیار عصبانی میشه از درون و علتش این هستش که احساس میکنه دست کم گرفته شده، احساس میکنه ظرفیتش به عنوان یه انسانی که تحمل قضایا رو داره دست کم گرفته شده. بچه‌ها این دست کم گرفته شدن بر نمیگرده به اون آدمایی که با این الکس رو به روان، بر میگرده به درون خود الکس. اینو توجه داشته باشین، ما درونمون هر چی که میگذره در بیرون ما همون جور با ما برخورد میکنن. اگه ما 300 داریم، اگه خیلی صبر و حوصله‌مون زیاده، اگر هر جوری که هستیم از درونمون هر چی هستیم بیرون همون جور با ما رفتار میکنن. پس اگر دیدیم به ما بی احترامی کردن، به ما توهین کردن، یا اینکه به ما خیلی مسائل از ما پنهان کردن، معنیش این نیست که اونها دارن به ما توهین میکنن، معنیش اینه که من خودم رو دست کم گرفتم و اینه که آزاردهنده هستش. پس من باید اینو بپذیرم که خودم رو دست کم گرفتم، بپذیرم که خودم رو قابل احترام نمیدونم و اون وقتی مسئولیت اینو پذیرفتم میتونم پاکسازی انجام بدم. یادتونه بهتون گفتم میخوام راه حل شدن مسائل روحی و روانیمون رو خدمتتون عرض کنم. مهمترین مسئلهش در واقع این تکنیک پاکسازی هم مهمترین مسئلهش اینه که من بپذیرم که خودمم که دارم رقم میزنم این چیزی که در اطراف من داره اتفاق میفته، نه اینکه اطرافیان من مقصر باشن. عزیزای دل، من خیلی توضیح نمیخوام بدم، نمیخوام داستان رو بره، میخوام خودتون نگاه کنید. فقط راجع به شخصیت‌هاشون و یه مقدار خیلی مختصر راجع به اتفاقی که افتاده میخوام توضیح بدم. خب میچو براتون گفتم دیگه. میچ حالا وقتی که میچو نشون میده، یه آدمی نشون میده که بسیار خودشیفته هستش و در واقع تمام اتهاماتی که بهش میزنن و یه جورایی انگار که وقتی صحبت میکنه یه جاهایی از فیلم شما متوجه میشین که انگار میگه من مورد سوء استفاده قرار گرفتم، زنهای دیگه از بس که من مورد قبولم، از بس که من ارزشمند وجودم و از بس که مشهورم، همه از خداشونه که با من باشن. پس من هستم که از مورد سوء استفاده قرار، چون اینا اومدن از شهرت من استفاده کردن، اومدن لحظاتی رو با من بودن، روزهایی و شبهایی رو با من بودن و حالا رفتن دارن در واقع منو دارن متهم میکنن، در حالی که من هستم که اینجا داره. یعنی ببینید یه آدم خودشیفته به هیچ عنوان متوجه مشکلات درونی خودش نیست، تمام تفکرات و باورهای خودشو کاملا محق و حق به جانب میدونه خودشو و درست و صحیح میدونه رفتارهایی که میکنه. قبلا براتون توضیح دادم آدم خودشیفته آدمی هستش که از درون خودش، یعنی در اعماق وجود خودش، چون تو اعماق متوجه نمیشن یعنی یکی از مکانیسم های دفاعی بدن این هستش که وقتی با مسائل روبرو میشه این مکانیزمی هستش که سرکوب میکنه این خاطرات، این احساسات و این تفکرات رو جوری سرکوب میکنه این احساس خوب نبودن، احساس ارزشمند نبودن، احساس بی‌عرضگی، احساس نالایقی، احساس دوست داشتنی نبودن، این احساس قابل قبول نبودن در درون آدم‌های خودشیفته قرار داره و اینا خودشون خیلیاشون اصلا آگاه نیستن از این جریان. بنابراین مکانیزم بدن اینه به جای این که بیاد بگه تو هیچی نیستی، میاد میگه تو خیلی هستی، تو خیلی خوبی، تو خیلی قابل قبولی، تو خیلی شایسته‌ای، تو خیلی ارزشمندی، هر کاری میکنین تو عالی انجام میدی کاراتو، تو بهترینی. و اون وقت برای این که بخواد به این نشون بده، ذهن این کارو میکنه ها، برای اینکه نشون بده به این که تو چقدر خوبی، میاد بقیه رو سرکوب میکنه، یعنی بقیه رو تحقیر میکنه، بقیه رو مقصر میدونه، بقیه رو اینجوری میدونه که بی ارزه این کار خودتون درست انجام نمیدین، منم که نظم دارم، منم که همه چی حالیمه، منم که همه کارا درست انجام میدم، شماها این که کارتون ایراد داره.
خب و وقتی کسی آدم خودشیفته یه همچین رفتارایی انجام، واقعا خودشو حق به جانب میدونه، میگه خب منم که سلیقه دارم، تو واقعا سلیقه نداری، چطور من اجازه بدم که مثلا دیزاین خونه رو تو انجام، چطور من اجازه بدم که مثلا فلان کار رو تو انجام بدی و چطور انتظار داشته باشم کاری که انجام دادی ازت تعریف کنم، تو که کاری انجام، حتی اگه بقیه کار درستی رو انجام بدن به چشش نمیاد، میگرده عیبویی رو توش در میاره که بگه تو بلد نیستی، منم که بلدم. میش دقیقا یه همچین آدمیه تو این فیلم، یه آدم بسیار خودشیفته. البته خب اون کار حرفه‌ایشو عالی انجام میده، اما این کار عالی انجام دادن به معنی این نیست که این حقو داری که بقیه رو سرکوب کنی یا از بقیه سوء استفاده جنسی کنی تو محیط کار و خارج از محیط کار. با هر کی که ارتباط داره، خب ارتباطات بسیار قوی داره، با هر کی که آشنا میشه باش رابطه داره و بعدش هم ولش میکنه، با افتخار این کارو میکنه و میگه اینا همه از خداشون هم هست که با من باشن. وقتی میخوان دادگاهیش کنن میگه از خداشون همه بوده که با من باشن، الان منم که اینجا مورد ظلم واقع شدم. این از جریان میچ و خودشیفتگی که براتون توضیح دادم. بچه ها علت خودشیفتگی دو جوره، یا بچه هایی هستن که خیلی بهشون بها داده شده، یعنی بهای بی خود بهشون داده شده، اینا رو خیلی حلوا کردن به قول معروف تو خونه، یا اینکه از اون طرف خیلی سرکوب شدن. این دو طرف طیف اینه. خب بعد هر دوتاش باعث میشه که چی به وجود بیاد؟ یه آدم خودشیفته‌ای که خودشو همه جوره بالا میدونه و بقیه رو همه جوره خورد و خار میدونه. اینها خصوصیاتشون واقعا توی جامعه ما هم الان خیلی هستن. یواش یواش تبدیل میشن به آدم‌های پارانوید، یعنی شخصیت‌های پارانوید. اگه جلوی خودشون رو نگیرن اینجوری میشن دیگه، آدم‌های خودشیفته. یکی از خصوصیات خیلی مهم آدمایی که پارانوید هستن همین خودشیفتگیشون هستش که بسیار آزاردهنده هست. پدرای خودشیفته و همکارهای خودشیفته، همکلاسی‌های خودشیفته، الان که دارم میگم داره یکی یکی یادتون میاد که دور و برتون کیا اینجور. بچه‌ها اینا فوق‌العاده قابل ترحم هستن، چون درونشون واقعا خودشونو قبول ندارن. اونایی که چه اونهایی که خورد شدن در دوران کودکی، چه اونهایی که خیلی بهشون بها داده شده، اینا تو جامعه میبینن که فقط به خاطر پولشون بقیه دوستشون دارن، یا فقط به خاطر تیپش مثلا بهش توجه میشه، به خاطر خصوصیات و ویژگی های واقعی که مخصوص یک انسانه به اینا توجه نمیشه هیچ وقت و اینو متاسفانه خب بالاخره طبیعت انسان دیگه درک میکنن و این آزاردهنده تر هست براشون و اون وقت بیشتر میان این خصوصیات خودشیفتگی رو از خودشون بروز میدن. نازنینا راجع به میچ میخوام بیشتر براتون بگم. جالبه که خیلی توی این سریال نشونش نمیده، توی صحنه‌های کمی حضور داره ولی خیلی حرفش میشه و انگار تمام آدمایی که بیشتر آدمایی که توی این فیلم هستن یه جورایی آسیب دیده هستن از میچ و الان هم دارن بازم آسیب میبینن این زنهایی که باهاشون رابطه داشته و ولی میچ اینو باور نداره، هنوزم اینو باور نداره و همیشه رو حرف خودش هست. تا آخرای فصل اول رو حرف خودش هست که من حتی در فصل دوم هم که من خودم مورد سوء استفاده قرار گرفتم، من مشهورم. من حتی به خود این زنها هم میگه وقتی اعتراض میکنن بعد از مدت‌ها، بعضیاشون بعد از سالها اعتراض میکنن که تو به ما آسیب زدین، میگه نه شما این که به من آسیب زدین، شما خودتون بوده که با من باشین، چون من مشهورم، پول دارم فلان. تا جایی که خودش میره به یکی از خانم‌هایی که بهشون در واقع آسیب روحی زده بوده، آسیب جسمی زده بوده، بهش میگه که بیا بریم، اینقدر خوشو حق به جانب میدونه، میگه بیا بریم یه مصاحبه‌ای بکن، به اینها بگو که تو با من بودی، خودت خواستی که این رابطه باشه. و این خانم بعد از اینکه درگیری‌های ذهنی خیلی شدیدی داشته میاد به میچ میگه که من میام مصاحبه میکنم ولی از منظر تو به این جریان نگاه نمیکنم، با برداشت و نگرش خودم میخوام به این قضیه نگاه کنم و بگم. میگه مگه غیر از این بوده؟ بعد وقتی میگه که تو به من
آسیب زدی قبول نمیکنه میچ، تا جایی که این خانم مجبور به خودکشی میشه. وقتی خودکشی میکنه، حالا اینکه نتیجه خودکشی چیه بهتون نمیگم که خودتون فیلمو ببینین، ولی اینجا هستش که انگار تازه یه تلنگری به میچ زده میشه، نکنه من واقعا مقصرم که این اتفاق افتاده. بازم حالا تازه جالبه که خیلی باز از دید خودش به این قضیه نگاه میکنه، میگه اینا آسیب دیدن چون خودشون بد برداشت کردن و یواش یواش تو آخرای فصل دوم به این نتیجه میرسه که حتی الکسی که میچ فکر میکنه خیلی بهش نزدیکه، خیلی از نظر روحی با هم دیگه مچن و واقعا پارتنرای شغلی و احساسی خیلی هماهنگ و عالی برای هم هستن و الکس خیلی به دردش میخوره و تنها کسی هستش که میتونه میشو درک بکنه. اما آخر فصل 2 متوجه این جریان میشه که نه، یعنی اتفاقایی میفته که متوجه میشه نه، انگار همچینم که فکر میکرده نیست. حتی الکس هم آسیب دیده ولی نمیخواد بپذیره و داره انکار میکنه الکس این موضوع رو. اینجا هستش که میچ هم دست به خودکشی میزنه توی اتفاقاتی که میفته. بازم نتیجه خودکشی رو بهتون نمیگم تا لطفشو داشته باشه دیدن فیلم براتون. خب راجع به الکس هم یه خود دیگه بگم. الکس هم ببینید، الکس این همه عصبانیت و این همه احساس عدم رضایت ها و عدم امنیت ها به خاطر اینکه درونش احساس امنیت نمیکنه. الکس فکر میکنه که این همه پولی که داره، این همه ثروتی که داره و این شهرتی که داره و این زیبایی که داره، چرا پس حالش بده؟ چرا پس همیشه داغونه؟ چرا همیشه از درونش داره میسوزه؟ و این فیلم داره به ما نشون میده که از نظر روانشناختی از درون مشکل داره و چطور دخترش رو و چطور همسرش رو اینها رو اسیر میکنه و استثمار کرده یه عمری در جهت منافع خودش. الکس آدم خودشیفته هست، آدمی هست که عدم امنیت داره، عدم دلبستگی ایمن از نوع دوسویه داره. آدم‌های دوسویه دائم میخوان بقیه رو کنترل کنن، دائم میخوان بقیه رو زیر سلطه خودشون بکشن، بکن نکن بکنن و اون جوری که خودشون تشخیص میدن درسته بقیه باید انجام بدن. اگه غیر این باشه اونها آدمای خوبی نیستن، خودش آدم دوست داشتنی و قابل قبولی نیست اگه نتونه کنترل کنه کسی رو. آدمای دوستویه اینجوری هستن و دنیا هم جای خطرناکیه و آسیب زننده هستش. تا زمانی که مادامی که داره کنترل میکنه درسته همه چی، هرچند که این کنترل کردن ارضاش نخواهد کرد. جالبه که خیلی از جاها وقتی که توی مهمونی همسرش بهش میگه که دیگه حالا نمیخواد انقدر دنبال این چیزا باشه، خودت باش و احساس راحتی بکن، میگه من نمیتونم، من اگر لحظه‌ای کنترل نکنم دنیا رو من باید کنترل کنم، دائم هر لحظه من در حال کنترل کردن دنیا باید باشم. و این فکر میکنه که این یعنی هویت خیلی عالی، این یعنی آرامش، این یعنی شهرت یعنی آرامش، شهرت یعنی این کنترل کردن ها و این کنترل کردن هاست که میتونه احساس خوشبختی بهش بده، در حالی که همین ها هستش که از درون داره میسوزونتش. و تا آخر این 8 قسمت فصل اول و 8 قسمت فصل دوم همچنان این حالتها ادامه داره، کنترل کردن آدمهای مختلف، به هر شکلی اینها رو زیر بار خودش بکشه و جای ضربه اصلی رو میخوره. تلنگری که به میچ گفتم وارد شد چی بود؟ خودکشی اون خانم بود، حال نتیجهش هر چی بود. تلنگری که به الکس وارد میشه در این فیلم همون درخواست طلاق همسرش هست که وقتی که با دخترش روبرو میشه و میخواد مسئله رو عنوان کنه، فکر میکنه که الان مثلا حالا دخترش باهاش همدلی میکنه، همراهی میکنه، در حالی که دخترش هم به زبون میاد و میگه که تو لایق پدر من نیستی. پدر من که یه آدم تحصیل کرده هست، آدمی هستش که کتاب نوشته، آدمی هستش که یه آدم فرهنگی هست و تو همیشه من و بابا رو تحت کنترل خودت گرفتی بر اساس و در جهت منافع شخصی خودت و هیچ موقع برای ما نه مادری کردی نه برای پدرم همسری کردی.
و اینجا هستش که طردش میکنن و ترکش میکنن. اینجا تلنگره رو الکس میخوره که چی شده که زندگی من به اینجا رسیده و یه مدتی دوری میکنه، با روانشناس و روانپزشک و مشاور صحبت میکنه، خودش رو تحت در واقع مراقبه انجام میده و به یه نتایجی میرسه، حالش بهتر میشه، یه سری از انکارهای درونیش رو میکنه، رابطش با دخترش بهتر میشه. اما در رابطه با میچ نه، در رابطه با میچ هنوز انکارهای خودش رو داره، تا جایی که آخر فصل 2 اتفاقایی میفته و از دچار بحرانهای شدید روحی میشه الکس، به خاطر اینکه میبینه که دستش داره رو میشه، مسائلی داره اتفاق میفته که داره دستش رو میشه برای تمام جامعه و این براش خیلی خطرناکه. ببینین فیلمو، جالبه. اینم در مورد الکس. من بیشتر نمیخوام راجع به فیلم، داستان فیلم توضیح بدم، روانشناختی آدماشو میخوام خدمتتون عرض کنم، اونم فقط به خاطر اینکه خودمون رو محک بزنیم، ببینیم خودمون کجای کاریم.